درود و نور. امیدوارم که حال دل تک تکتون خوب باشه و تا اینجای روز رو به بهترین شکل ممکن سپری کرده باشید. همونطور که میدونید توی لایوهای قبلی راجع به 7 بدن یا 7 کالبد صحبت کردیم و بعد از اون 7 چاکرا رو صحبت کردیم و امروز میخوایم راجع به یه مسئله بسیار مهم به اسم حاله انرژیکی یا لایه محافظ صحبت بکنیم که خیلی ها شاید ازش اطلاعی ندارن، خیلی هایی هم که اطلاع دارن بهش باور ندارن. امروز میخوایم هم علمی هم معنوی کاملا 0 تا 100 این موضوع رو براتون باز کنیم، بهتون توضیح بدیم تا باهاش آگاه بشید. خب دوستان، همینجوری که دارید توی تصویر میبینید ما داریم یک مدار انرژیکی یا یک میدان انرژیکی رو داریم میبینیم. هر انسانی یک فرکانس یا یک پرتاب انرژی داره و این میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. به خاطر اینه که ما میگیم با هر کسی نشینیم، هر جایی نریم، چون اگه دقت کنید دور این شخصی که داخل تصویر هست هر انسانی میتونه به شعاع 1 متر حاله انرژیکیش یا اون مدارش یا اون انرژیش یا اون موجش با نفر بغلیش یا با کسایی که در اطرافش هستن ادغام بشه و میتونه حس خوب بده، میتونه حس بد بده. همه انسان ها زمانی که به دنیا اومدن این لایه محافظ یا این حاله انرژیکی رو دارن، بهش میگن لایه اوزون بدن، یعنی چیزی که از ما مراقبت میکنه بابت همه چیزهایی که از بیرون منفی هستن و انسانهایی که رو خودشون کار میکنن میتونن برد اینو بیشتر کنن، از 1 متر به 5 متر به 10 متر به 20 متر و خیلی بالاتر. خیلی ها هم به خاطر اینکه درست زندگی یعنی لایف استایل اشتباه و چون پاکسازی نمی کنن، چون توی این مدار نیستن، انقدر این لایه به مشکل میخوره و پرتابش کم میشه که میاد میچسبه به خود شخص. و امروز میخوام به شما دلیل تمام این که چشم زخم میخورید، فرکانستون میاد پایین، میرید توی جمعی انرژیتون رو میکشن، همه اینا رو امروز میخوام بهتون نشون بدم. اولا بیایم از لحاظ علمی بگیم، حالا اینی که داریم میگیم یه دونه عکسه، آیا از لحاظ نوروساینس و بین المللی هم این اعتباری داره؟ بله دوستان، اینی که دارید تو تصویر میبینید الان دیگه تو دنیا دستگاه های اومده که کاملا از حاله انرژیکی انسان ها عکس برداری میکنه و هر رنگی نماد یک چیزه، هر رنگی نشون میده که اون لایه محافظ یا اون حاله انرژیکی که هر فردی داره چه رنگیه و نسبت به اون رنگش متوجه میشی که آیا اون طرف سالمه، بیماره، کدوم قسمتش مشکل داره. همونجوری که میدونیم ما تو ریکی هم همین کارو میکنیم. زمانی که داریم همین لایه رو، دقیقاً همین لایه رو وقتی اسکن میکنیم با کف دستمون و انرژی های یه جاهایش تو رفتگی داره، میفهمیم اون منطقه مثلا ایراد داره یا بیماره، یه جاهایی بیرون زدگی داره. هر چیزی، هر اتفاقی